سلام و وقت بخیر. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین خوب و صحتمند باشین. من فاطمه جعفری هستم که لیسه و دانشگاه خود در آمریکا خواندم و در یک سری ویدیوهای آموزشی صحبت میکنم که چطوری شمایی که سالهای آخر مکتبتان هست و یا اینکه مکتب تمام کردین و میخواین که به دانشگاه‌های آمریکا راه پیدا بکنید، پروسش چی هست، چه چیزها نیاز داره، چه کارهایی باید بکنید و چطوری میتونید که یک اپلیکیشن پکیج خیلی قوی جور بکنید تا اینکه بتونید به دانشگاهایی که دوست دارین راه پیدا بکنید و درس بخونید. امروز موضوع مهمی که میخوام دربارش صحبت بکنم نوشتن مقاله ها هست. نمیدونم شنیدین یا نه، ولی مقاله یکی از مهمترین، اساسی ترین قسمت اپلیکیشن های دانشگاه برای آمریکا هستن. مخصوصا اگر شما از بیرون از آمریکا میخواین درخواست بدین، نوشتن اسه و یا نوشتن مقاله قوی میتونه یکی از بزرگترین چیزهایی باشه که دانشگاه تصمیم میگیره آیا باید شما قبول بکنه یا قبول نکنه. به خاطر همون خیلی مهم هسته که ما بدانیم درباره چی باید نوشته بکنیم، چه چیزهایی را باید مد نظر بگیریم و اینکه چطوری میتونیم یک مقاله خوب و قوی درست بکنیم و درخواست بدیم. در ویدیوی امروز درباره عمومی ترین موضوعات هم صحبت میکنم، یا اینکه پرامپت میگن، اسای پرامپتس، اونا رو به شما معرفی میکنم که چی هستن و چه چیزهایی رو ما باید در اونا وقتی که دربارشان نوشته میکنیم باید دخیل بکنیم و اینکه چطوری میتونیم همینا را بنویسیم. اگر شما به این موضوع علاقه دارین و دفعه اولتان است که میین، حتما سابسکرایب بکنین صفحه مرا. ویدیوهایی که قبلا گذاشتم درباره دانشگاه ها را حتما ببینید، نظرتان رو بگین و اگه سوال داشتین حتما کامنت بکنید. اگر هم دوستایی دارین، کسایی رو میشناسین که سالهای آخر مکتبشان هست و یا اینکه دوست دارن به دانشگاه های آمریکا راه پیدا بکنن برای از اینکه بچلر خود بخونن، لیسانس خود بخونن، معرفی بکنید که اونا هم ببینن این معلومات را و بتونن که یک زمانی به آرزوی خودشان برسن. من از شروع میکنم که برای چی مقاله خیلی مهم هسته. وقتی که ما الان درخواست میدیم، ما از آمریکا خیلی دوریم، امکان نزدیک که سفر بکنیم، تیکت طیاره بگیریم و بریم در اونجا دانشگاه و استادای دانشگاه و کسایی که قبول میکنن از نزدیک ببینیم تقریبا غیر ممکن هسته. مگر اینکه داخل آمریکا هستین و میتونید باید از نزدیک ببینید که خیلی فرق میکنه. به خاطر همون تنها راهی که ما میتونیم نشان بدیم به دانشگاه که کی هستیم از راه دور، همین مقاله‌ای هسته که ما نوشته میکنیم. در مقاله ما درباره خودمان براشون میگیم، درباره از اینکه ما چه شخصیت فوق‌العاده‌ای داریم، چه آدم منحصر به فردی هستیم، چه تغییراتی رو میخوایم در آینده بیاریم و اینکه اصلا دانشگاه برای چی باید ما را قبول بکنه. از بین تمام آدمایی که همه ساله به دانشگاه ها درس میدن، ما چه خصوصیتی داریم، چه برتری داریم که باید ما را انتخاب بکنن و یک کسی دیگر رو به جای ما انتخاب نکنن. به خاطر همین مقاله ها خیلی 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 مهم هستن. در کنارش ماهایی که زبان اول ما انگلیسی نیسته، باید از یک طریقی نشان بدیم که ما هم میتونیم انگلیسی خیلی خوب بنویسیم. ما به سطح دانشگاه هستیم، ما به همون سطح میفهمیم. به خاطر همون مقاله خوبی که ما نوشته میکنیم همین رو به اونا ثابت میکنه که سطح انگلیسی ما بالا هست. درسته بعضی امتحانات دیگه هم هستن، مثلا مثل امتحان آیلتس میتونیم بگیریم یا امتحان توفل هسته که باید بگیریمشان برای انگلیسی ما، ولی در کنار از اونا مقاله هم یکی از فاکتورهایی هسته که نشان میده ما انگلیسی ما خوب هسته. به خاطر همون خیلی 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 مهمه. یک نکته دیگه هم درباره مقاله هایی هست که ما به هر اندازه‌ای که بخوایم نمیتونیم بنویسیم. یعنی که شمارش لغات محدود داره. بعضی دانشگاه ها میگن 200 لغت، بعضی ها میگن 300 تا، بعضی ها میگن 400 تا، ولی عموما دیگه از 500 600 بالاتر نیسته که میشه هم حدود یک صفحه یا 2 صفحه. حدود 2 صفحه شاید طولانی ترینش ممکنه 2 صفحه‌ای باشه. به خاطر همون ما باید این هم یاد بگیریم که وقتی که خیلی حرف داریم برای گفتن، چطوری مهمترین نکاتمون، مهمترین حرفایمون در همین 1 صفحه 2 صفحه جمع‌بندی بکنیم و بگیم، به طوری که اونا رو تحت تاثیر قرار بدیم و خودمون یک دانشجویی معرفی بکنیم که لیاقت اهمیت داره که او را دانشگاه قبول شود و یا حتی بورسیه بگیره. مقاله ها تنها برای از اینکه ما به دانشگاه قبول شویم مهم نیست، بلکه یکی از
اساسی ترین چیزهایی هست که امکان داره ما بورسیه هم بگیریم، به خاطر همون خیلی جدی بگیرینش. حالا بریم و چند تا از عمومی ترین موضوعات مقاله ها را با هم دیگه ببینیم که چی هستن و چه چیزهایی را ما مد نظر بگیریم وقتی که اونا را می نویسیم. اینا را اسمش به انگلیسی پرامپت میگن. خب و وقتی که ما کامن اپلیکیشن، یک اپلیکیشنی هسته که بیشتر دانشگاه‌های آمریکا استفاده میکنن برای از اینکه درخواست بده، در همونجی همین موضوعات، همین تاپیک ها، همین پرامپت ها نوشته شده هسته و ما از بین از این یکش انتخاب میکنیم و دربارش می نویسیم. بعضی وقتا هم یکی که ما می نویسیم کافی است و بعضی وقتا دانشگاه ها میگن که من یک مقاله دیگه هم میخوام و باید ما 2 تا مقاله بنویسیم. خب اگه آماده هستین بریم و بعضی از همین پرامپت ها رو با هم دیگه ببینیم. اولین پرامپتی که من میخوام برای شما معرفی بکنم این هست که میگه درباره background, identity, interest or talent برای از ما بگین. معنای از این پرامپتی هست که آیا شما یک تجربه خیلی خاص، یک background، یک پس زمینه خیلی خاصی دارین که شما را متفاوت میکنه از دیگران. این میتونه مثلا یک چیز درباره خانواده شما باشه، میتونه یک چیز درباره علاقه شخصی شما باشه، میتونه درباره یک کار خاصی که شما انجام دادین، درباره مثلا هویت شما میتونه باشه، درباره جایی که از اون میین، قریه‌ای که از اون میین، یک چیزی که خیلی متفاوت هست، خیلی خاص هست درباره از شما که این صحبت میکنین. و این بیشتر درباره یک داستان شخصی درباره شما هست، چیزی که شما را خیلی خاص میسازه. پرامپت بعدی که خیلی رایج هست و خیلی دربارش می نویسن درباره overcoming challenges هست، یعنی غلبه کردن بر یک مشکل، بر یک چالش. در اینجا چیزی که شما میخواین هسته که درباره یک مشکلی را که در زندگی شما داشتین صحبت بکنین و بگین که چطوری او مشکل را برطرف کردین، او چالش را چطوری شما گذراندین. در اینجا خیلی زیاد او مشکل مهم نیه، مهم کاری که شما کردین، رفتاری که شما کردین، عکس العملی که شما داشتین مهمه و اینکه چی از او یاد گرفتین. آیا شما قبل از این چالش و بعد از این چالش فرقی کردین یا نکردین؟ او فرق چی هست؟ میتونه یکی باشه، میتونه 2 تا باشه. خیلی ساده و خلاص درباره همین صحبت میکنین. یادتان باشه که وقتی که درباره صحبت میکنین در همین 2 صفحه اسه‌ای که شما دارین یا فرض کنین همین 500 تا لغتی که باید مینویسین، نباید 400 لغت شما درباره چالش باشه. اینکه چالش چی بود که اتفاق افتاد نباید باشه. شاید 100 لغت، 150 لغتش درباره مشکل باشه و بقیهش درباره شما، تغییری که در شما آمد و آدمی که الان شما هستین به خاطر همین مشکلی که برای شما پیش آمد باید بنویسین. پس در اینجا چیزی که مهم هست چالش نیست، شما هستین و تغییری که در زندگی شما آمده. خب بعدی این هست که شما appreciating an influential person، یعنی درباره یک آدمی که تاثیر خیلی زیاد در زندگی شما گذاشته صحبت بکنید. این میتونه یک آدمی باشه که الگوی زندگی شما هست. برای خیلی امکان داره پدر و مادر باشه، امکان داره رهبر باشه، امکان داره یک معلم باشه، امکان داره مثلا رئیس مکتب باشه، یک همسایه باشه، یک نفر کاملا بیگانه و غریبه‌ای که ما در کوچه و خیابان میبینیم باشه. اینکه کی هست این آدم خیلی مهم نیست، اما اینکه شما چه تأثیر از او گرفتین، چه چیزی را به شما یاد داده خیلی مهم هست. بازم یادتان باشه که وقتی این مقاله را می‌نویسین فقط کمش 10%، 20%ش درباره این آدم باید باشه، بقیهش درباره شما هست، تأثیری که روی شما داره. یک اشتباهی که خیلی انجام میدن این هست که بیشتر ما رو درباره او آدم مینویسن، فراموش میکنن که درباره خودشان بنویسن و به خاطر همون او اسه یا اون مقاله دیگه مقاله خیلی قوی نمیشه. پس یادتان باشه که شما اولویت هستین و باید درباره خودتان بنویسین، اما در حاشیه همون نفری که الگوی زندگی شما هست. یک پرامپت خیلی مهم دیگه ای هست که questioning a belief or idea، یعنی اینکه یک زمانی که شما یک تفکری را یا یک چیزی را، یک چیز در فرهنگ ما مورد سوال قرار دادین را دربارش بنویسین.
چرا شما مخالف از او بودین؟ برای چی او را مورد سوال قرار دادین؟ برای چی فکر میکردین که او درست نیسته یا مثلا درست هسته؟ شما چی کار کردین؟ چه تأثیری روی شخصیت شما، روی فکر شما گذاشته؟ درباره از این میتونید که بنویسین. یک موضوع دیگه، یک پرامپت دیگه که خیلی باز هم جالب و خوب هسته، transformative event هست، یعنی یک اتفاقی که زندگی شما را تغییر داد. و اتفاقا من فکر میکنم زمانی که در مکتب درخواست دادم درباره همین مشخص نوشته بودم. ما زمانی که در مکتب بودیم، صنف 11 مکتب بودم فکر میکنم، به یک کمپ رفته بودیم، کمپ آموزشی به هندوستان بود. به 1 ماه رفته بودیم و در اونجا آموزش انگلیسی و رهبریت را میخواندیم. و من وقتی که برگشتم و اپلیکیشن خدا برای مکتب در آمریکا پر میکردم، درباره همین نوشتم. این که یک فرصتی بود ما با بقیه هم کشوری خودم، هم وطن خودم که از جاهای مختلف افغانستان بودن آشنا شدم. چه تأثیری روی ما گذاشت، من چطور یک رهبر بهتری بودم بعد از اینکه مردم خودم دیدم. کسایی که زبان ازبکی حرف می‌زدن، زبان پشتو حرف می‌زدن، من که زبان فارسی حرف می‌زدم و نمیتونستیم با هم دیگه خیلی خوب ارتباط برقرار بکنیم زباناً، ولی با انگلیسی صحبت می‌کردیم و اینکه چطوری افهام و تفهیم می‌کردیم. کسایی که از قریه‌های خیلی دور آمده بودیم، از شهرهای خیلی دور آمده بودیم، چطوری تونستیم که همه ما با هم دیگه در یک سطح باشیم و از هم دیگه یاد بگیریم. برای من این یک اتفاق خیلی مهمی بود که شخصیت مرا تغییر داد. یک تجربه خیلی خوبی بود که من خیلی چیزا دربارش یاد گرفتم و دربارش نوشته کردم. و این که باز هم در همینجی ما نمیم بگیم که من چی کار کردم، چه اتفاقی افتاد، تمام همون 30 روز برنامه را تشریح نکردم. فقط خیلی خلاص تأثیری که روی من گذاشت. فاطمه ای که بعد از برنامه برگشت چه تفاوتی داره با کسی که قبل از برنامه چه تفاوتی با هم دیگه داشتیم، درباره همون نوشته کردم. من در دسکریپشن همین ویدیو بعضی از همه پرامپت ها را نوشته میکنم. شما میتونید که بخونید و ببینید که اگر بعضی هاش یک کمکی مغلق تر هست یا شما نفهمیدین، میتونید که سوال بذارید در کامنت و من هم تلاش میکنم که اونا را حتما جواب بدم. بخاطر از اینکه پرامپت خیلی زیاد هست و من اگه بخوام همش نوشته بکنم ویدیو خیلی همش دربارشون صحبت بکنم ویدیو خیلی 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 طولانی میشه. به خاطر همینقدر که صحبت کردم فکر میکنیم که شما متوجه شدین که چه چیزهایی را اونا از ما میخواین که ما دربارشون بنویسیم. چند نکته خیلی پایانی و آخری که من میخوام شما بگم این است که گوگل نکنید جوابایتان. مثلا یک موضوعی رو انتخاب کردین، میخواین دربارش بنویسین، نرین و چیزی که در گوگل هست رو کپی نکنید. به خاطر از اینکه کاملا فهمیده باشه که اون لغت شما نیسته و با این سیستم AI یا همین هوش مصنوعی خیلی راحت میتونن بفهمن که آیا حرفی که زدین حرف شما هست یا حرف شما نیست. پس هیچ وقت کار نکنید. دومین چیزی هست که یک بار امی ساختار و استراکچر اسه نوشته کردن رو یاد بگیرین که مثلا ما introduction داریم، body paragraph داریم، بعد از conclusion داریم. همینا رو یاد بگیرین و همین ها رو حتما تعقیب بکنید. مثلا حتما topic sentence داشته باشین، حتما concluding sentence داشته باشین، supporting statements داشته باشین. همه اینا رو حتما باید شما مد نظر بگیرین و اگه در این باره سوال داشتین حتما میتونید که کامنت بکنین و من اگر درخواست زیاد بود در یک ویدیو حتما درباره اسه نوشتن هم حرف میزنم. نکته بعدی هست که وقتی که مقاله شما رو نوشته کردین، شب آخری که فردایش باید اپلیکیشنتون تسلیم بکنید ننویسین، وقت بذارین برایش. همین مقاله نوشته کردن امکان داره که شما 2 ماه 3 ماه سرش وقت میذارین، مینویسین، مورین فکر میکنین، برمیگردین، همون رو ادیت میکنین، دوباره تغییرات میارین دهش، بازم مورین فکر میکنین، باز دوباره برمیگردین، هی تغییرات میارین تا اینکه یک ورژن خیلی خوب اسه شما یا مقاله شما شکل بگیره. بعضی وقتا همیشه وقتی که خودتان نوشته کردین چندین بار رو چک کردین، با اینو به یک نفری که شما رو میشناسه، یک نفری که انگلیسیش خوب هست، میتونه اعضای خانواده باشه، میتونه دوستا باشه، میتونه استاد باشه، بخونه، نظر بده. هم درباره کانتنت یعنی موادی که داخلش هست، هم درباره استراکچری که خود ساختاری که خود مقاله شما داره نظر بده. اگر به یک نفری که انگلیسی زبان هست بدین که خب چه بهتر.
به خاطر از اینکه اونا زبان اولشان هست و بهتر میتونن که نظر بدن. ولی حتی اگر انگلیسی زبان اولشان نباشه هم خیلی با انگلیسی خیلی خوب هم میتونن که نظرات خوبی به شما بدن. این میگن پروف ریدینگ. اسیتان قبل از این که پروف ریدینگ نشده من پیشنهاد میکنم که روان نکنین. خیلی خوب هست که چندین بار دیده شود و چندین بار نظرات مختلف روش بیاد تا اون مقاله تبدیل به یک مقاله خیلی خیلی قوی شود. این را حتما فراموش نکنید و انجام بدین. میدونم که در این ویدیو معلومات خیلی خیلی زیادی را دادم که امکان داره برای خیلی از شما نو و جدید بوده باشه و بگین که اینا خیلی سخت است، من نمیتونم بنویسم، من هیچ چیز خاصی ندارم، من هیچ بک‌گراند خاصی ندارم، من هیچ علاقه خاصی ندارم. اما من بهتون میگم که شما متفاوت هستین از دیگران. با بودن خودتان، با نشان دادن چیزی که هستین، همین متفاوت بودن هسته. فقط کافیه یک زمانی را بذارین خودتان درباره خودتان فکر بکنید، ببینید چه کارهایی را انجام میدین، چه ارزش‌هایی را دارین، چه چیزهایی برای شما مهم هسته و با کنار هم گذاشتن همه از اینا شما میتونید که یک مقاله خیلی قوی بنویسین. هیچ وقت فکر نکنید که شما چیزی را برای شریک کردن با دیگران ندارین، به خاطر از اینکه تمام انسان‌ها ارزشمند هستن، تمام انسان ها همون چیزی که هستن خیلی خوب هستن و دانشگاه ها هم میخوان همین خود شما رو ببینن. پس هیچ وقت نگین که شما چیزی ندارین. و باز هم میگم اگه سوالی بود در کامنت بنویسین و من حتما جواب میدم و یا ویدیوهای بعدی دربارشون صحبت میکنم. تشکر از اینکه تا اینجا ویدیو با از ما بودین. اگر فکر میکنید که این ویدیو مهم هست، این ویدیو مفید هست، حتما با دوستای دیگه تان، با صنفیایتان شریک بکنید تا اینکه همگی بتونیم دست به دست همدیگه داده اپلیکیشن خیلی خوبی، اسه های خیلی قوی برای خودتان بنویسین و اینکه انشالله یک زمانی بتونید به دانشگاهی که دوست دارین تا آمریکای شمالی راه پیدا بکنید. تشکر، خدا نگهدار و موفق باشین.